در این رسم تصویر نموده است که اگر ما نشعه را استفاده بریم ما البته به مرگ تبدیل می‌یابیم و ما باید که گوییم که ما به نشعه باید که ایست گوییم. در اینجا تصویر من زندگی کردم میخونم و باید در این طرف شیطان رو تصویر کردم در این طرف آدم زنده. و امروز ما خیلی خوشنود از اون هستیم که فرزندان ما یعنی طالب علمان ما در این آزمون عکس اشتراک دارند و اون فکر و خیالات خود را در روی کاغذ یعنی نقش نگاری کرده است.